السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم خصوصا خوين إن شاء الله سلامات خصوصا. الحمد لله. جون تامی درباره همین مغز کشیدن به جوراب راستی یک حدیث خواندیم و گفتن همین حدیث ضعیف است و بعد از همین در نه صحابه ثابت شده که همین درست دانستند. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله میگن پیش از مرگش 3 روز پیش از مرگش یعنی جوراب خود را مغز کشیده است. استاد همین چیز درست باشه جایز باشه یعنی. بله، امام ابو حنیفه 5 روز پیش از وفاتشون به جوراب ماسک کشیدن و گفتن که من به قول محمد و ابو یوسف برگشتم، یعنی قول شاگرداشون گرفتن. شاگرداشون اجازت میدادن، امام ابو حنیفه هم اجازت میدادن، لیکن تگش جلد باشد بعد میگفتن. بعد به قول صاحبین برگشتن. این 5 روز پیش از وفاتشون. میتونید به کتابای حنفی مراجعت کنید، مانند بدایع الصنایع. بله.